مفتشان در شهر کولاب مرگ ریحانه خیریگلوی 19 ساله و خواهر 10 ساله شفرش را تحقیق دارند. جسدی هر دوی آنها شب 21 دکبر از حمام خانهشان در محله نورآباد یافت شده است. یک منبع در اداره ملیسه کولاب روز 23 دکبر به رادیو آزادی گفت حادثه شب توی ریحانه و پس از خاموش شدن نیروی برق اتفاق افتاده است. مصاحبه ما با شرط فاش نشدن نامش افزود آنها در حمام محرک برقدهی گذاشته بودند، با احتمال زیاد از زدن برق جان دادند. تلاش رادیو آزادی برای صحبت با اعضای خانواده تا این دم نتیجه نداد. دو ساکن محله نورآباد در کولاب گفتند که همان شب جسدها را به بیمارستان برده بودند. از ماه سپتامبر به این طرف مردم در منطقه های تاجیکستان با محدودیت نیروی برق میگیرند. مقامات وضع را به کمی آب در آبانبارها پیوند دادند. ساکنان خانه هایشان را بیشتر با محرک های برقدهی و پنل های آفتابی روشن و با هیزم و انگشت گرم می کنند. یک ماه پیش در ناحیه واسه جسد دو نورسی را از حمام خانهشان پیدا کردند. مقامات سبب مرگ آنها را زهرالشوی از دود نامیده بودند. در آغاز ماه دکبر در پی زهرآلود شدن از دود انگشت نیز یک زن و شوهر جوان در ناحیه رشت به هلاکت رسیدند. هرگاه و با نشر شدن این گونه خبرها کاربران در شبکه‌های اجتماعی مقامات را برای حل نکردن نارسایی نیروی برق تنقید می‌کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش وعده قبلیش را تکرار کرد که این دشواری سال 2027 و با فعال شدن چرخه دیگری از نیروگاه راغون از بین خواهد رفت. ولی تا آن وقت تقریباً 2 سال دیگر هست.